درود بر همه شما، وقتتون بخیر. من امروز یه موضوع جالبی رو باهاش مواجه شدیم و سوالی بود که از من داشتم بابت اینکه اگر کسی تو آسانسور فوت کنه مقصر کیه؟ شاید برای شما هم جالب باشه. این مورد رو ببینید، اگر خدای نکرده همچین اتفاقی بیفته در وهله اول تو دادگاه معمولا میپرسن که آخرین نفری که آسانسور رو سرویس کرده کی بوده. خب یه سرویس کاری میاد این کارو انجام میده. سرویس کار میره دادگاه. تو دادگاه ازش میپرسن که آقا شما مجوز فنی حرفه‌ای یا مجوز اتحادیه رو داری یا سازمان سمت رو داری برای سرویس و نگهداری آسانسور یا خیر؟ سرویس کار میگه نه. خب ازش میپرسن که کی خواسته که شما بیای این آسانسور رو سرویس بکنید؟ خب مدیر ساختمون. اینجا ببینید اگر سرویس کار یا مجموعه ای که میاد خدمات آسانسور رو برای شما انجام میده مجوز نداشته باشه، صلاحیت فنی نداشته باشه، مقصر نهایی تمام اتفاقات در آسانسور با مدیر ساختمون هست. خواهشمندم، تقاضا دارم این موارد رو جدی بگیرید. حتما با شرکت ها و افرادی که دارای مجوز از اتحادیه، از سازمان سمت و دارای صلاحیت فنی هستند برای خدمات آسانسورتون استفاده بکنید. پیروز و مانا باشید.